روز دهم تبدیل شدن به 10 بازیکن برتر پدل ایران. امروز بعد از آموزش تنیس با مهدی رفتیم برای شرکت تو مسابقات لول بی پدل. این مسابقات که به صورت هفتگی برگزار میشن فرصت خوبیه تا بتونم خودم رو محک بزنم و ایراداتمو پیدا کنم و برای برطرف شدنشون تمرین کنم. بعد از بازی‌های گروهی و صعودمون به حذفی با حمیدرضا و علیرضا بازی داشتیم که بازیمون رو باختیم. از باختمون بعد از باخت آره افتضاح. با نظر چی بود واقعا؟ خوش میشه همین طرفا بکنم تو یه سری میتونستی نزدیک بود. همه گیما نزدیک